حضرت عیسی میگوید میگوید به یک کوه گذشتم، نگاه کردم که بی نهایت درختاش میوه‌دار بود، چشمه های زیاد داشت و بسیار کوهستانش سبز بود. یک منظره خیلی خوبی بود. مردمش پیش من دویدند و بر من هر گونه مال دادند. من مال اونها را قبول نکردم و بسیار با دولت محله بود. با اونها دعای خیر کردم و پس گشتم. 3 سال بعد باز به همون وادی گذر کردم. نگاه کردم درختها همه خشک، چشمه ها همه خشک شدگی، یک بیابانی تماما بگیم در نظر انسان نفرت آور اون محله را فرا گرفته است. کسی در اونجا زندگی نداره. و سوی پروردگار مناجات کردم، خدایا این چه منظره زیبا بود 3 سال پیش، چه حالت شد. از نزد پروردگار صدا آمد که در این محله بار یک آدم بینماز در این چشمه های این محله غسل کردند، آبازی کردند. از حساب گفت آب بدن همین بینماز این بستان سرا را ما چکار کردیم و این خرابزار مبدل کردیم که این بینماز در این محله داخل شد و آب بدن این چی شد؟ در این بستان سرای ما داخل شد. این است وعید آدم بینماز. برادرای عزیز، ما و شما کار کنیم از طایفه آدمهای بینماز نباشیم.